اینجا این یه چیه بعد چه پولش هم بده میکنه بیا امو بسون بیشو دمت جان یا ما که کارمون کردیم ولی برای چی گفتی آفتابه را بسکن برای اینکه بفهم این رئیس کیه آقای رئیس ما 5 جای داریم باقی پوله بده بهمون باقی ندارم یعنی چه نداری یه بار یه بار چیزی ندارم همش رفت بیا شینه بخو خب گونگو شینه بخو تا دوباره بیا میشه به پا پاره نشی همون اینجا آمبولانس میاد سوزنی منم خیلی کلفته اذیتت بخونه ده وای شکر شاشا پشکه زنده با سوش این چیه؟ کنزه دیریدم حلاله در تو ریدی آدمی حلال کن اوی اگه اسید ریده مادر زن اوسا این وی آی پی چیه؟ برو سلطان اگه دوست نشی پولش نمیسونه باشه سلطان چطوره؟ عالیه سلطان برو آهنگ بعدی زنده با خواب ریدی؟ یک یه آهنگ دیگه حالا میذارم 3 سال چی رو میرینی؟ تو خراب کردی همه چیزو خودت تویی که زدی زیر قولت سلطان کار تموم شد بگو حله تموم شد تموم شد در واقع سلطان چرا؟ میخوام یه داداشو آقا خیلی چله چقدر نازه تو پول نمیخواد بدهیم تو مفتی سلطان من یوب شدم یه کاری نمیتونی برامون بکنی؟ آره عزیزم فقط 20 تومن میشه ده طوری نیست بیا به چشم پایین $2 اومده یه زنه خوراک من برو گوست کرده آقا ببخشید من از حال دارم چندی میشه؟ این عزیزم نرخش لحظه یه لحظه سکون بزنم اتحادی یه لحظه همه جی ساکت زونم نفسم سلام عزیزم کجایی؟ من تو دفترم ای تخم حرومی گاب بابا بگوز نپاچی برو خیلی آخری صدا نکن بابا پس صندوقت کو همه را ریدم خیلی سر پدره ای جای آقا بفرمایین شاشا پشکه نوشید جونت گوزم داشتی نوشته ای رایگان نه عزیزم ببین ذره قربونت برم زیر 2 عدد گوز رایگان 3 بار گوزیدی آقا ببخشید این دومیت چیه؟ ببین عزیزم شالا جیر کنه بیرون نیاد اجه میخوای پولمو ندهی لشی تا میرس چله لاشی این مالی 20 سال پیش بود یه شرمنده مزبورم زاده خدا یه لحظه ای کو